درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل. گفتاری 50. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. بزرگی استاد در این است که در اصل آفریده خلق شاگرد خلق بوده، بعد معلم خلق گشته است. رحیم هاشم. با فکر من نمونه ادبیات تاجیک بهترین نمونه سیر ترقی ادبی تاجیکان است. استاد عینی برای یافتن بعضی از نسخه های خطی شاعران تاجیک بسا روزها که در بدر و کوچه به کوچه رفته تا آن را یافته و به دست آورده و در نتیجه زمینه حاضر برای تنقید و تحلیلات ادبی تاجیکان آماده نموده. می سال 1926 مسکو. ابوالقاسم لاهوتی. شوقی کتقرغانی، وفات 1278. از تحفة الاحباب. ذو قافیتین. دارد آن مه بحر قتلم، ناوکی صفار فر. کرده جعدی خود به آبی، نافهی تاتار تر. در عدم هم لغزشی پای به کف افتاده بود. می دهد نخلی امیدم سر به سر ادبار بر. شوق کامل گل برآرد، بی تکلف می کشد محملی لیلی ز جیب قله کهسار سر. تا میژه از محفلی امکان به هم آوردم، کرد گیتی جام تحقیقی مرا سرشار شر. زادی راهی قربش از نوعی دگر حاصل نشد. زین جهانی یأس شوقی دیده خونبار بر. ابوشکور شکوری سمرقندی
از شعرای آخرهای عصر 13 از تحفة الاحباب. تیر ز غمزه سوی من آن ترک شست داد، بر قلب سد توبه من صد شکست داد. جامی نداد ساقی و از دست شد دلم، باز این چه حال بود که امروز دست داد. شب در بغل نگار و به دستم شراب بود، بیدار گشتم از سری شادی که خواب بود. شریف مخدوم شیرین، معتصم بخارایی، از تحفة الاحباب. مهی دارم که از شوخی کند سر لاابالی را، گه از روی تحمل سر کند صاحب کمالی را، گه از جوشی تکلم زینت افزاید فصاحت را، گه از موجی تبسم جان دهد صافی زلالی را، گه از آرایشی خود بندد آیینی زلیخایی، گه از رخسار مه روشن کند یوسف مثالی را، گهی از خنده بخشد شهد حلقی تلخ کامان را، گهی از گریه افشاند بر او عقدی لآلی را، گه از مفتونی چشمی سیه سازد عیان سیرم، گه از موزونی سروی قدش نازک نهالی را، گه از صبحی گریبان صفحه خورشید بگشاید، گهی با کلک ابرو خوش کشد نقشی هلالی را، گه از سرخی غبغب لعل را در سنگ بگدازد، گه از رنگینی لب خون دهد یاقوت عالی را، گه از تیغ تغافل خونی چندین کج کله ریزد، گه از شمشیر استغنا زند صید غزالی را، گهی در باغ معنی عندلیبی خوشنوا گردد، گهی طوطی شود آینه شیرین مقالی را، به این آماشنایی یاری شیرین تا بود یارب، مباد آینه او روبرو زنگی ملالی را. شریف مخدوم پسر قاضی ملا عبدالرحیم بلخی است
در بخارا تولد و کسب کمال نموده. در اوایل حال شیرین تخلص کرده، عاقبت به معتصم تبدیل داده. بعد از ختم کتب در عهد امیر مظفر در بعضی تومنات بخارا رئیس و محتسب شده. بعد از آن به سبب از بخارا فرار کرده در استانبول به نشر کتب و تابعی اشتغال نموده. از آنجا زن خواسته، به فوت زنش که دیوانوار دوست می داشت به زبان ترکی عثمانی مرثیه های جانسوز دارد. قصیده ابوبکر صدیق و قصیده برده را در فارسی، ترکی و عربی مخمس نموده. در اواخر عمر تجارت کتب را بین بخارا و قزان نقل داده بود. از تاریخ وفاتش معلومات به دست ندرآمد. شیرین بخارایی از شعرای آخرهای عصر 13 هجری است. شیرین قصه یوسف و زلیخا را نظم کرده درباره ورود یوسف به باغ گوید. از تحفة الاحباب. چمن پردازی گلهای معانی، بساط آرای باغی خوش بیانی. دبیری عقل یعنی کلکی بهزاد، چونین آرایشی طرزی سخن داد. که چون یوسف گلی باغی نبوت، روان شد در چمن چون ابری رحمت. خرامان چون قدش از ناز گردید، به پایش سبز پای انداز گردید. ز شرمی عارضش شد در عرق گل، ز تاری کاکلش آشفته سنبل. کنیزانی که در اطراف وی بود، بنات النعش بر گردی جدی بود. به هر سو چون خرامان گشت خرم، زمین تا آسمان زد خیر مقدم. به تعریف قدش قمری ز هر سو، بگفتی همچو این قد سرو کو کو. شمس الدین مخدوم شاهین بخارایی، وفات 1311. از یک بیاضی دست نویس. مرا چو شانه بباید به کف هزار انگشت، که تا برم به خم طره نگار انگشت. هنوز یک وجبم از تو تاب دوری نیست، اگرچه ریشی تو شد بر زقن 4 انگشت. کسی که دست به زلفی تو زد دلیرانه، شگفت نیست برد
بر دهان مار انگوشت. اگر به گل نگرم بی رخی تو در گلشن، زند به چشمی من از راهی طعنه خار انگوشت. غمت خراش دهد ریشه های جانی مرا، چنان که مطربی حاذق زند به تار انگوشت. فلک برای حوادث اگر امین طلبد، کند به سوی من البته روزگار انگوشت. تو را برنگ حنا حاجتی تکلف نیست، بیا به خون دل من نما نگار انگوشت. مگر حساب غم و درد می کند معلوم، قدم که خم شده چون از پی شمار انگوشت. پس از وفات تو شاهین سخنوران سوزند، به جای شمع تو را بر سری مزار انگوشت. گر چنین آید دمادم سیل آب از چشم من، خانه مردم شود آخر خراب از چشم من. هر کسی روشن سوادی نسخه سوزی دل است، می کند مضمونی صد بحر انتخاب از چشم من. بس که می گیریم به یادی نرگسی مخموری او، چون گلوی شیشه می آید شراب از چشم من. بر محیط اشک بنشاند فلک را چون حباب، گر طریقی گریه آموزد سحاب از چشم من. شب به یاد طلعت او گر نهم پهلو به خواب، می شود روشن سحرگه آفتاب از چشم من. اقتضای حسن سرکش یک قلم بی پردگی است، او غلط بر چهره می پوشد نقاب از چشم من. چشم من از اشک خونین گشته چون ظرفی حنا، تا کنی بر دست خود ای مه خضاب از چشم من. بس که افتد بی توام پهلوی آسایش به سنگ، عمرها شد رخت بسته رفت خواب از چشم من. گر کسی پرسد ز من کیفیتی طوفان نوح، می دهد شاهین گداز دل جواب از چشم من. ای مرا همچون سرینت گشته چشمی تر سفید، بی رخت بازآ که چون چشمم نگردد سر سفید.
گرچه آرم قصه هجری تو صد ره در قلم، همچنان از آبی چشمی من بود دفتر سفید. نیست نوری صبح پنداری، شبی هجری تو چرخ کرده بر سر چون عجوزی ماتمی چادر سفید. تا چو آیی همچو نرگس ز انتظاری مقدمت، دیده نو با وگانی باغ شد یک سر سفید. نیست آسان عشق یوسف طلعتان، هوشیار باش کرده داغی این عزیزان چشم پیغمبر سفید. صبح اگر گل کرد گردون، بی سوادی شام نیست. شیر ناید دایم از پیستان این مادر سفید. داغ نکبت می برد اشک از جبین طالعم، چون هما گر زاغ را گردد به شستن پر سفید. فکری بکرم تربیت هرگز ندید از روزگار، رفت چندین عید و ماند انگشت این دختر سفید. نیست پیری موجب حرمت فقیه شهر را، حکم آن دارد که شاهین گشت یالی خر سفید. غزل در شکایت از تحسر، از تذکیره صدر ضیا. یاد آن شبها که از گیتی فراغت داشتم، با بتانی تازه رو تا صبح صحبت داشتم. در طریقی لاابالی هم نهان هم آشکار، با قلندر مشربان طرحی صداقت داشتم. جای منت نیست با من چرخ را کز خوان او، چون مهی نو با لبی نان قناعت داشتم. گاهی تعلیم اصول و گاهی تلقین فروع، یک به یک تمهید اسباب هدایت داشتم. وه چه بدبختم که خود منتج نشد غیری مجاز، بذلی مجهودی که در کسب حقیقت داشتم. بر دلیل دانشی من گوش ننهاد آسمان، ورنه بر دعوی خود چندین روایت داشتم. حاصل علمی منی بیچاره از ادباری بخت، شر و آفت شد اگر چشمی شرافت داشتم. گر کند چندین ستم بر جان من گیتی رواست، تا چرا زان کینه خو چشمی مروت داشتم.
یافتم از آستانی شاه شاهین آبرو، من که روی عجز بر خاکی مذلت داشتم. چشمی مستدم بدم گردد به دلها داوری، تا چشمی مستدم بدم گردد به دلها داوری، لعلت به مشتاقان خود کز لطف دارد ساغری. رسمایینی وفا گاه جفا و کافری، ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن زیباتری. کویت زیبا سنم افتاده و لرزیدم، بر سر ز سودای جنون صد شوری محشر دیدم، از جمله خوبانی جهان تنها تو را بوسیدم، آفاق را گردیدم مهری بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم اما تو چیزی دیگری، بسیار خوبان دیدم اما تو چیزی دیگری. تماشا کرده ای از سینه خوبان دلان آینه پیدا کرده ای، تسخیر دلها کرده ای بر خود تمنا کرده ای، عزمی تماشا کرده ای آهنگی صحرا کرده ای، جان و دلم را برده ای، این است رسمی دلبری، جان و دلم را برده ای، این است رسمی دلبری، این است رسمی دلبری. شنونده های ارجمند، شما گفتاری پنجم را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نوزلی.